بچه‌ها سلام. پروژه BMX انجین 70 سی سی خشک امروز به دستم رسید از تهران. اکسوز نو و سیم کشیشی خودم باید انجام بدم. کوئل ترانزیستور شارژر. ببینیم چی میشه. اینم از سیم کشی گذاشتم تو وارنیش فعلا آماده باشه با این سیم ریزا که میخواد بره توی این ترانزیستور. دقیقا اندازش راه اندازی انجین خشک پیشرو 70، یعنی موتور 70 سی سیه. شارژر کاملا دستی و دست گاز. اینم که بنزینمون. بچه ها یه دستی نمیشه. بچه ها سلام. در حال ساخت BMX کاپ. فعلا که تا اینجای کار رسوندیم. لوله ها رو تیکه کنیم و ردیفش کنیم. BMX همون تا اینجای کار. BMX کاپ قول خارجی ها تا اینجای کار. چیز مشتبار. BMX کاپ به قول خارجی ها فعلا تا اینجای کار. فرمون عوض میشه، رنگ میخواد، در باک باید درست بشه، جوش بخوره دیگه. 70% کار تو راه، یعنی تو کار. درست کردن جای کمک. اینا رو آوردیم زدیم اینور، اینا رو اینور. این ظاهر کلی تا اینجای کار. بچه سلام. این یه تیکه تصمه رو امروز اضافه کردیم. یه تقریبا کره موتور تمام. یه سیم کشی مونده، جای کوئل رو جوش بزنیم و یه فرمان دیگه تمام. BMX کاپ روشن کردیم موتور رو. فعلا سیم کشی همون جوریه. سیم کشی کنش. BMX کاپ داریم یک تست رانندگی ازش بگیریم. پایه کالیپر. ساخت پایه کالیپر ترمز برای دیسک. دیروز دادیم با
هوا بارشش دادم، تمیزکاریش مونده، جوشکاریش مونده. با لیزر گرون در می اومد. اینو من مثلا ورق مال خودم بود، کلان ورق 1 میل بارشو چند تا سوراخ و این سوراخ کلان شد 80 تا. سلام بچه ها، آموزش دیسکی کردن دو شاخ عقب هوندا. من یه الگو داشتم که گذاشتم اینجا، طبقه الگو با فرز، با صفحه فرز اونو در آوردم جای پای کالیپر نگه دارندشو یه ورق 1 میل به اندازه تقریبا 4 سانت داخلی میره برای نگه داشتن پای کالیپر. اینجا جوش میخوره تموم میشه. پایه های ترک نشینم من بریدم چون دوچرخه موتور BMX. جوشکاری پای کالیپر که کلا کار خودمه، درست کردم تموم شد. شاسی BMX قبل نقاشی و تونه کاریاش در حال آستر زدن. پیستولمونه پمپ بادم گذاشتیم اینجا، رنگ آمده وسط، دوستمون رو رنگ کنیم. نقاشی BMX پایان کار نقاشی. فریم BMX کاپ، دیسکی کردن عقب لاستیک موتور برقی که کلا کار تراشکاری انجام شده روش، دیسک و چهارشاخ و کلا رنگ دستی شده. در حال جمع کردن موتور داریم کاراشو انجام میدیم. در حال جمع کردن موتور فعلا شاسی و بستیم با انجین، محور عقب محور جلو منو بستیم. در حال جمع کردن BMX، محور عقب محور جلو شاسی انجین داریم جمع میکنیم. BMX کاپ در حال جمع شدن. چراغ سویچ، باکس سیم کشی برای BMX که داخل اینجا جایگزین باتری، کوئل، ترانزیستور و همه چی قرار میگیره. این
اینم پایه های نصبشه.